سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه ویدیو آموزشی و من همیشه برای گیم زدن به مشکل داشتم، برای که تلویزیون نبود و بعد به میرفتم تو حال تلویزیون همونجا برمی داشتم میوردم بدبختی اینا. و از اون طرف من یه مانیتور قدیمی داشتم که گفتم وصلش کنم به PS4 و تصویرش رو بگیرم، چون زیاد استفاده نمی‌کردم، گفتم قابل استفاده باشه. و برای این کار که شما بخواید PS4 رو به مانیتور قدیمی که فیشش این شکلیه VGA بخواید وصل کنید، نیاز به یه دونه از این مبدلا دارید که این سرش چیه؟ این سرش هم VGA. خب و اینو تهیه میکنید تو مغازه ها، قیمتش هم حدود 200 تومنه. و یه مدل دیگه هست که باید خیلی دقت کنید که این سر HDMIش سفیده، سر HDMIش طلاییه که اون به درد شما نمیخوره. باید این سفیده رو تهیه کنید، مثل این سفید باشه باید سفیده رو تهیه کنید. و اون طلایی ارزون تره، حدود 170-160 این چیزاست که اون به درد شما نمیخوره. حتما اینو تهیه کنید دیگه، اینو تهیه کنید که به کارتون. و اینو تهیه میکنید. حالا بریم ادامه ویدیو، من نشونتون بدم آموزشو. خب دوستان، اینو ما وصل کردیم الان. و یه نکته مهم که باید خیلی دقت داشته باشید، یه کابل یه کابل اینجوری میفرستن، یه کابل اینجوری رو همین جعبه همین هست که شما باید وصلش کنید به PS4 تون و اگه وصلش نکنید تصویر نمیاره براتون. و حتما مبدلی رو بگیرید که اینو داشته باشه، این نداشته باشه دیگه کارتون لنگه، به درد نمیخوره. وصلش کنیم تصویر بیاد. خب الان وصلش کردیم و تصویر اومد، چون برق کم میاره اینجوریه. خب الان اینا رو که وصل کردیم، اینو وصل کنیم این برش، این کابل هم دیگه وصل کنیم همین. این هم برای صداشون جدا میکنه. خب میریم توی بازیش. حالا چون چی داره نگذاره، یه خطایی که رو مانیتور میبینید کلا مانیتور قدیمی همینجوره خط داره و مبدل نیست، مال مانیتور، چون فیلم ازش میگیریم مانیتور اینجور. خب الان میزنیم و کیفیتش هم خوبه واقعا، فقط این چیا برام نمیاد چون کوچیکه صفحش، باید درستش کنم. خب الان اومد. امیدوارم که شاد و پیروز باشین. آموزشم به پایان رسید. حتما اگه خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنین اگه آموزنده بود و چنل منم سابسکرایب کنید. خیلی ممنون. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.